مهرگان جشن بزرگداشت کدام ایزد ایرانی است؟ ایزد مهر یا میترا. مهرگان در چه تاریخی برگزار میشد؟ از 1 مهر تا 16 مهر. مهرگان جشن اعتدال کدام فصل است؟ فصل پاییز و جشن برداشت محصول. مهرگان چندمین جشن مهم ایرانیان بود؟ بعد از نوروز دومین جشن مهم ایرانیان. نام قدیمی مهرگان؟ میتراکانا یا متراکانا. کدام قیام در مهرگان اتفاق افتاده است؟ قیام کاوه آهنگر و پیروزی بر ضحاک و به پادشاهی رسیدن فریدون. نامگذاری مهرگان از دیدگاه زرتشتیان؟ همزمان شدن روز مهر و ماه مهر در تقویم زرتشتیان. کدام شاعرها در مورد مهرگان شعر سرودند؟ فردوسی، فرخی، دقیقی، رودکی، عنصری و همینطور ناصر خسرو. آداب و رسوم مهرگان؟ سفره چیدن، رقص و طرب و هدیه دادن. ارکان سفره مهرگان؟ آجیل، شیرینی، نان مخصوص، آش 7 قله، سرکه، گلاب و گل بنفشه، آتشدان و همینطور شیر.